مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک کشتار بهرحمانه امسر از جانب شوهرش و قصد کشتن یک زن دیگر خبر داد. بنا به این منبع مرد 48 ساله ساکن شهرک الیف نویه ظفرآباد روز 14 نوامبر سال 2021 در حجره استقامتیش با همسر 51 سالش مناقشه نموده با روی مال سرش او را بوغی نموده است. در نتیجه جبر دیده نفسگیر شده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گمان شونده دستگیر و بازداشت بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. به او از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. در همین حال مرد 60 ساله ساکن جماعت تویشیف در کنار شهر ترسونزاده به آن گمان بر می شود که روز 14 نوامبر ساعت 17:30 در کوچه ماتکوزیف برای سپردن قرضش آمده به عضوای بدن زن 34 ساله ساکن ترسونزاده که از وی قرض گرفته بود 7 ضربه کورد زده است.